بفرمایین تو. سلام مادر جون. سلام مامان بزرگ. سلام عزیزای دلم. خیلی خوش اومدین. ممنونم. بیا نوه گلم براتون کیک پختم. وا بچه ادبت کو. تشکر کن وگرنه نمیذارم از اون کیک بخوری. فکر کنم آمادگی تشکر کردن نداشت. به جاش من این کار رو انجام میدم. ممنونم، خیلی زحمت کشیدین. خواهش میکنم. مامانی من این نقاشی رو برای تو کشیدم. من ازت خیلی ممنونم عزیز. مامانی دفتر مشقمو ندیدی؟ بفرمایین. روی مبل بود. دفترم. عزیزم بهتره وقتی از کسی چیزی میگیریم ازش تشکر کنیم. ممنونم مامان جون. اگه دلت میخواد بدونی که چی بگی ما رو فالو کن.